کارمندان مقامات میلیسیا شهر استرافشان حرکت‌های جنایتکارانه دو نفر کیسه‌بر را آشکار نمودند. در اساس مراجعت جبردیده جنایت زن 49 ساله که در حدود بازار مرکزی شهر استرافشان افراد نامعلوم از جیبش 400 سومونی و یک عدد تلفن موبیلی‌اش را تصرف کردند، باعث گرم شخصیت گمانبران در جنایت دزدی شریپوف دلیر داورونویچ سال تولدش 1990 و جمعیف دلشاد اعظمویچ سال تولدش 1992 استقامت کنندگان شهر استرافشان معلوم شد. دزدی با مسئولیت پیشکی صادر شده است. بعد مشاهده نقدینه جبریده و حرکت‌های بی‌پروایی از جانب او گمانبران تصرف پول را به مقصد موافق می‌دانند. چند مدت زنک دنبالگیری کرده شد؟ وابسته به شخصیت دستگیر شده‌ها گفتند جایز است که هر دو گذشته داغدار کننده داشته پیشتر دو مرتبه برای صادر نمودن همین گونه کردار جنایتی سود شدند. دستش عکسش گرفتیم، پول دیدم، اساسا پول رفتیم، همون استار بگیریم. دست داشتن گمانبران در دیگر